سلام بچه‌ها، امیدوارم که خیلی خوب باشین. امروز اومدم با 12 تا جمله روزمره که هر روز میتونه به دردتون بخوره و مثل یک فرانسوی واقعی بتونید صحبت کنید. بریم ببین. جمله اول، این اصطلاح وقتی رایجه که منتظر یه اتفاقی خیلی زود بیفته. میخوای که بی‌صبرانه منتظر که یه اتفاقی بیفته. مثلا میخوای بگی که من منتظرم که زودتر تعطیلات بشه و مثلا یک برنامه رو داریم میخوای انجام بدی. میگی j'ai trop hâte de به علاوه اون کاری که میخوای انجام بدی. توی مثال بهتون میگم j'ai trop hâte d'être en vacances. j'ai trop hâte d'être en vacances یعنی خیلی منتظرم که تعطیلات برسه، یعنی نمیتونم صبر کنم تا تعطیلات شروع بشه. جمله بعدی، میخوای از دوستتون بپرسی که پایه یه کاری انجام بدی، دوست داری این کار انجام بدی، میگی ça te dit. مثلا میگی ça te dit de manger un croissant. ça te dit de manger un croissant. ça te dit. اگرم یکم میخوای فورمال‌تر باشه، به طرف مقابلت نگی تو و بگی وو، میگی ça vous dit. ça vous dit. ça vous dit. ça vous dit de venir dîner chez moi. ça vous dit de venir dîner chez moi. حالا اینجا وقتی وو میگی دیگه معنی پایه‌ای نمیده، یعنی دوست داری بیای؟ دوست داری بیای شام با منزل ما بخوری؟ اصطلاح بعدی اصطلاحیه که بعضی وقتا حوصله نداری که نظر بدی. مثلا به دوستت میخوای بگی که بستگی داره به خودت بستگی داره، هر جور تو راحتی. در واقع هر طور راحتی میتونی ترجمهش کنی. خب هر طور راحتی این شکلی میگی à toi de voir یعنی بستگی به خودت داره. مثلا پیتزا و سوشی à toi de voir یعنی پیتزا میخوای یا سوشی، میگه تصمیم با توه، هر طور راحتی، فرقی برام نمیکنه، هر چی تو بخوای. à toi de voir c'est comme tu veux یعنی هر چی تو بخوای. جمله چهارم، جمله‌ای که وقتی خسته یا داری از خستگی میمیری، میگی je suis mort. من دارم میمیرم یا خستگی دارم میمیرم و دیگه هیچ توانی برام ندارم. je suis crevé یا j'en peux plus. جمله بعدی، وقتی که از گرسنگی داری میمیری، همیشه نباید بگی j'ai trop faim. میتونی بگی j'ai la dalle یعنی خیلی گرسنه‌ام. j'ai la dalle مثلا مدت طولانیه که گرسنه بودی، میگی j'ai la dalle با فعل avoir درست میشه j'ai la dalle. جمله بعدی یا اصطلاح بعدی، اصطلاحی که برای وقتی که خیلی هوا سرده. در حالت مبتدی‌تر میگی j'ai froid با فعل avoir حالت رو میگفتی j'ai froid. اما اینجا میتونی بگی ça caille il fait caillant. ça caille یعنی خیلی هوا سرده. بعدی جمله c'est chaud شو به معنی گرمه. وقتی میگی il fait chaud یعنی هوا گرمه. وقتی میگی j'ai chaud با فعل avoir میگی یعنی من گرممه. اما c'est chaud یه معنی متفاوتی داره. c'est chaud دیگه معنی گرما نمیده. اینجا وقتی شما به صورت منفی سورپرایز میشین، یه اتفاق بدی افتاده، مثلا میگی c'est chaud، بستگی به لحن گفتنت هم داره. c'est chaud le vol est annulé. وای، مثلا وای چه بد شد، چه اتفاق بدی افتاد. vol pour Paris est annulé. c'est chaud. ولی وقتی یه تعجبی داری که الزاما منفی نیست، بعضی وقتا یه خبر خوبی بهت میرسه و سورپریز میشی، میتونی بگی sérieux non c'est pas vrai. دودلی، نظر کسی رو میخوای، خودت نمیخوای نظر بدی، میگی je sais pas trop. qu'est-ce que tu en penses. je sais pas trop. qu'est-ce que tu en penses. من نمیدونم تو چی فکر میکنی، نظر تو چیه. من مثلا حال حوصله ندارم فکر کنم، نظر بدم، نظر یکی دیگر میخوام. je sais pas trop. qu'est-ce que tu en penses. یا وقتی که خیلی مطمئن نیستی و میخوای نظر یکی دیگر رو بخوای، میگی Marco veut sortir ce soir. je sais pas trop. qu'est-ce que tu en penses. fais gaffe
یعنی فیر اتانسیون، مواظب باش. میخوای به کسی هشدار بدی، میخوای به کسی بگی یه کاری رو نکنه یا یه کاری رو بکنه، به هر حال به صورت هشدار باید بهش بگی. fais gaffe. Fais gaffe à ne pas oublier ta crème solaire. Fais gaffe à la casserole, elle est chaude. Fais gaffe à la casserole, elle est chaude. دست نزن به قابلمه، داغه. حواست باشه، مواظب باش. Fais gaffe à la casserole, elle est chaude. یا fais gaffe à ne pas oublier ta crème solaire. برای هشدار یا احتیاط بکن. حوصله سربر و کسل کننده و اصلا دوستان اذیت کننده هست. میگی c'est chiant، c'est chiant. دقت کنیم به مثال ها. مثلا میگی خیلی کسل کننده است این که 4 ساعت فیلم مستند در مورد پروانه ها ببینم. Regarder un documentaire de 4 heures sur les papillons, c'est chiant. Oh non, je travaille le jour de mon anniversaire, c'est chiant. Ce n'est pas agréable, c'est chiant. اصطلاح 11 si je me trompe pas. Si je ne me trompe pas. یعنی اگه اشتباه نکنم. اگه اشتباه نکنم این شکلی گفته میشه. Notre vol est à 8 heures si je ne me trompe pas. Je me trompe pas. اصطلاح بعدی il faut que je file. Il faut que je file. یعنی خیلی عجله داری و خیلی زود باید بری جایی. باید زود برم. File. Il faut que je file. File, c'est le verbe filer به معنی که aller rapidement. Aller rapidement. Partir trop vite. معنی partir rapidement ou aller rapidement à un endroit هستش. یعنی میخوای خیلی سریع بری یه جایی. Par exemple, tu vois une personne que tu connais dans la rue. یه نفر تو خیابون میبینی که میشناسی. Mais que tu ne peux pas parler longtemps avec elle parce que tu as une chose urgente à faire. Tu peux lui dire désolé, mais il faut que je file. Mais il faut que je file. ولی سریعش میشه il faut que je file. J'ai un rendez-vous super important. Il faut que je file. این هم از 12 تا عبارتی که در زندگی روزمره استفاده میشه و میتونید جایگزین عبارت‌هایی بکنید که قبلا بلد بودید. مثلا دیگه به جای گرسنمه، به جای خسته‌ام میتونید عبارت‌های جدیدتری رو استفاده کنید. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو منو شیر کنید برای دوستانتون یا سیو کنید و با لایک و کامنت هاتون از من حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی، à très bientôt.